سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام حالا همونجور که از تایتل ویدیو هم مشخصه، میخوام باهاتون در مورد اهمال کاری و اینکه چطوری باید باهاش رفتار کنید، اینکه چیه، چه فرقی داره با تنبلی، چطوری باید باهاش رفتار کنید که هی کمتر و کمتر بشه، باهاتون صحبت کنم. که خیلی از آدما در مورد اهمال کاری میکنن اینه که فکر میکنن اهمال کاری همون تنبلیه، در صورتی که اینطوری نیست. آدمایی که به اهمال کاری دوچارن با آدمایی که به تنبلی درگیرن خیلی با هم دیگه فرق میکنن. بزرگترین فرقشون کسایی که مثلا تنبلن و این چیزا، خب من خیلی به نظرم جالب تره دیگه، اینجوری خیلی بهتره که اوکی من دیگه از اول سال دارم، اول سال تحصیلی، من اینو هم دارم به خودم میگم آقا مثلا من تنبلم، من نمیخوام درس بخونم، ولی دیگه اینجوری نیستم که بگم چرا من میخوام درس بخونم و میدونم که باید درس بخونم ولی همش موکولش میکنم. میدونی یعنی اصلا اهمال کاری اینطوریه که همش موکول میکنی یه چیزی رو به یک ساعت بعد، یک روز بعد، یک هفته بعد، یک سال بعد، چند ماه بعد. میدونی چی میگم؟ ولی تنبلی دیگه کلا تموم شد و رفت. نمیخوام اینجا کنم، نمیخوام درس بخونم، نمیخوام برم کلاس زبان. میدونی به خاطر همین اینه داستان تنبلی و اهمال کاری و فرقشون با هم دیگه و اصلا هر کدومشون چیه. خب حالا اهمال کاری از کجا شروع میشه و اصلا چطوریه؟ اهمال کاری اینجوریه که شما گفتم که میدونی که باید یه کاری رو انجام بدی، میدونی که باید تا زمانی که میخوای دیپلم تو بگیری کلاس زبان تو بری. خب چرا؟ به خاطر اینکه دیگه مثلا بعد از اون کاری اپلای تو انجام میدی، کاری اپلای تو میخوای انجام بدی و اپلای تو انجام میدی، وارد اون کشور میشی و اونجا متوجه میشی که تو باید چند سال قبل تو فکر زبانت میبودی و زبانتو قوی میکردی. خب میدونی منظورم چیه؟ ولی هی به تعویض میندازیش. خب یعنی خودت اینو میدونی ها که باید تا مثلا یک سال دیگه، 2 سال دیگه سطح زبان دیگه کلی بره بالاتر. خب باشه، حالا میگردم توی این روزای کلاس زبان پیدا میکنم، ذهنت همش میگه خب باشه حالا این کلاس زبانی که میشناسم خب کلاس زبان خوبی نیست، حالا میرم یه دونه پیدا میکنم. خب میره که پیدا کنم، یک هفته بعد میشه هنوزم پیدا نکرده، یک ماه بعد میشه هنوزم ثبت نام نکرده، 2 ماه بعد میشه هنوزم سطح زبانش همونیه که بوده. خب این خیلی بده، میدونی؟ و اینکه و تا زمانی ادامه داره که تو رو وارد اون بحران چیز میکنه، بحران اون کمالگرایی، اون مسئله‌ای که داری توش کمالگرایی چرا میگم اهمال کاری. خب انقدر شما هی اینو اهمال میکنی، این زبان خوندن رو هی میندازی پشت گوش، هی بعدن تا دیگه وارد بحرانش میشی که حالا مثلا اونم میگم منظورم از بحرانش چیه. یه سری از کارهایی که تقریبا 90% آدما توشون اهمال کاری انجام میدن اینا هستن. مثلا یکیشون ورزش کردنه، یکیشون درس خوندنه که همه ما توش نمیگم یکی دو بار رو اهمال کردیم، زیاد توی روزمره ممکنه زیاد مثلا اینجوری باهاش برخورد کنی. باشه حالا نیم ساعت دیگه شروع میکنم، یک ساعت دیگه شروع میکنم. میدونی یکی دیگه از کارم خب زبانه که گفتم، زبان خوندن رو هم خیلیا بهش درگیرن، به اینکه همش اهمالش میکنن به چند وقت بعد. حالا اینکه شما چرا، ذهنتون چرا اهمال میکنه توی یه کاری رو میخوام بهتون بگم. دلیلش اینه که شما توی اون زمینه اعتماد به نفستون پایینه. خب اعتماد به نفستون پایینه یعنی که خودتون فکر میکنید، یا شاید هم حتی واقعا اینجوریه که شما مثلا توی اون زمینه استعدادی ندارید، شما مثلا خودتون فکر میکنید توی آشپزی کردن استعدادی ندارید، شاید هم واقعا اینجوریه، شاید واقعا همش غذاهاتون بدمزه و بدرنگن. خب به خاطر همین دیگه رغبتی هم برای انجام دادنش نداری. زمانی که همش پشت سر هم نمره‌های خوبی نمیگیری، دیگه رغبتی هم برای درس خوندن نداری. حالا مثلا شاید توی یه درس اینجوری باشه، شاید توی 2 درس اینجوری باشه. مثلا شما از همون اول دبیرستانتون هیچ نمره خوبی توی شیمی نگرفتین و الان مثلا 2-3 روز دیگه امتحان فاینال شیمیتونه. خب قطعاً اهمال می‌کنی توش و قطعاً رغبتی نداری، چون که اصلا انگیزه‌ای نداری براش، انگیزه‌ای نداری چون اصلا قبلا دستاوردی توی این زمینه نداشتی. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین انگار دوست نداری که مثلا انگار دوست نداری بری کلاس زبان. چرا؟ چون نمیتونی خوب صحبت کنی. میدونی چی میگم؟ اگه که مثلا توی یه کاری خوب باشی، اگه دیگه مثلا والیبالت خیلی خوب باشه، خب قطعا با علاقه هر روز نه هر جلسه مثلا کلاساتو میری، تمرینتو انجام میدی. ولی خب اینو هممون میدونیم که برای اینکه توی یه کاری خوب بشیم بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم. میدونی؟ پس
برای اینکه شما بخواید توی یه گزینه خوب بشید، توی یه زمینه رشته ورزشی، رشته هنری، هر چیزی بخواید خوب بشید، خب باید شروعش کنید. برای اینکه شروعش کنید باید یه جای این اهمال کاری کردن رو، اهمال کاری برای شروعش رو یه جای دیگه متوقف کنید و شروع کنید. میدونید چی میگم؟ دیگه یه جایی باید این باشه میگردم یه مؤسسه زبان پیدا میکنم و یه باشگاه خوب پیدا میکنم و یه جایی باید تموم کنی. تو شروع کن، تو ثبت نام تو انجام بده. خب حالا اگه دیدی مثلا باشگاهت خوب نیست، مربیت خوب نیست، عوضش میکنی، اصلا مشکلی نداره. خب فعلا شروع کن که بدونی استارت تو زدی، این کار رو انجام دادی، تا بعدش هم مثلا میتونی که گفتم میتونی مثلا عوض کنی. اگه که سر زبان خوندنه، اگه چه میدونم مثلا آشپزی، مثلا خیلی از خانم‌ها هم هستن یا حتی آقایون حتی هیچ علاقه و همین گفتم رغبتی برای آشپزی نداره، چون بارها و بارها اصلا غذاهاش سوخته. خب شما میتونید یه کلاس یا یه دوره مثلا کوتاه چند روزه، نه حرفه‌ای، در حدی که چند تا فوت و فن خاص رو از آشپزی یاد بگیرید. شما این دوره رو ثبت نام کنید، شرکت کنید تا یه خورده. خب قطعاً هر دوره‌ای اگه که مفید باشه یه چیزی رو بهتون اضافه میکنه دیگه، یه چیزی رو یاد میگیرید. به خاطر همین دیگه بعدش شروع میکنی با مثلا آشپزی کردن با استفاده از اون فوت و فن‌ها، میدونی. بعد دیگه یه خورده ممکنه آشپزیت بهتر بشه. خودت هم وقتی آشپزیت بهتر شد، یه 4 بار مثلا خورش قیمه درست کردی و دیدی که رنگ و بوش خوبه، دیگه همش دوست داری مثلا درست کنی، همش دوست داری که پای گاز باشی، غذای بهتری درست کنی. وقتی که مثلا دیدی اسپیکینگ زبانت خوبه و خیلی خوب میتونی صحبت کنی، خب قطعا همش دوست داری که کلاس زبان بری، کتابای بیشتری رو بخونی، فیلمای انگلیسی بیشتری ببینی. میدونی منظورم چیه؟ میدونی چی میگم؟ ولی خب برای اینکه خوب بشی توی یه کاری دیگه باید یه جایی اون اهمال کاریه رو کنسل کنی. میدونی چی میگم؟ دیگه باید بری یه جایی رو ثبت نام کنی برای زبان. متوجه منظورم هستید؟ اینکه شما توی یه کاری بتونید یه دستاوردی داشته باشید، توش موفق بشید، قطعاً کار 1 ساعت تمرین کردن نیست. یعنی شما هیچ وقت بعد از 1 ساعت تمرین کردن توی هر گزینه‌ای نمیتونید یه مقام و مدال یا یه لوح تقدیر توی اون گزینه به دست بیارید. میدونی منظورم چیه؟ حتما اونی که توی ورزش کردن، توی نمیدونم آشپزی کردن، هر چیزی یه مقامی آورده، قطعا این نتیجه و تلاش چندین سال ورزش کردن بوده. یعنی حداقل این شخص مثلا 6 سال ورزش کرده که الان تونسته توی یه مسابقه بین‌المللی یا هر چیز مقام بیاره. خب بعد شما هم برای ادامه دادن خب قطعا به انگیزه و اعتماد به نفس احتیاج دارین. گفتم هم اعتماد به نفس از کجا میاد؟ از اونجایی که شما یه موفقیتی داشته باشی توی یه گزینه‌ای. خب و برای اینکه بتونی ادامه بدی به اون موفقیت و به اون انرژی نیاز داری. ولی از اونجایی که گفتم مسیر همیشه اینجوری نیست که مثلا اینجا شروع کنی اینجا مقام بیاری با اون انگیزه ادامه بدی. اینجوریه که خیلی باید هی راه بری. مثلا وقتی که شما مثلا ورزش رو میخوای انجام بدی، ورزش کردن که بعد از 1 سانس 2 سانس 3 روز 4 روز ورزش کردن که لاغر نمیشی. خب که انگیزه بگیری اوکی پس فردا هم میام باشگاه. قطعاً اون شخصی که اگه 5-6 کیلو کم میکنه با ورزش، بعد از 6 ماه 7 ماه ورزش کردن اومده، حتی شاید بیشتر، من که تخصصیشو نمیدونم، برام یه مثال میزنم. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین خب قطعاً باید خیلی یه جاهایی رو هم باید بدون اینکه هنوز هیچ چیزی دیده باشی، هیچ دستاوردی از خودت دیده باشی ادامه بدی. میدونی حدود 2 سال پیش که من برای اولین بار نه دیگه به طور جدی، برای اولین بار به طور جدی کلاس زبان رو شروع کرده بودم، خب اسپیکینگم، لیسنینگم، رایتینگم همه‌شون ضعیف. یعنی صرفاً مثل کسی بودم که فقط ABC رو بلد بودم، میدونی، با یه خورده حالا در حد جملات آسون و گرامرهای ساده. خب بعد همون اول خب نمیتونستم انگلیسی صحبت کنم که زمانی که من میرم 1 ساعت و نیم 2 ساعت میشینم سر کلاس، مثلا هی برای اون انگیزه مثلا با خودم انگلیسی صحبت کنم که ببینم خب ببین بلدی پس برو که بیشتر بلد بشی. هیچی بلد نبودم. من دقیقاً تا 8-9 ماه که میرفتم کلاس زبان هیچی بلد نبودم. بعد چیکار میکردم؟ از خودم که توی زبان دستاوردی نداشتم که ببینم که باعث انگیزه بشه، دستاوردهای دیگران رو توی اون زمینه میدیدم. میدونید چی میگم؟ خیلی این کار به دردتون میخوره و براتون مفیده. مثلا وزنت خیلی بالاست و میخوای بری باشگاه و از باشگاه برای اینکه وزنت مثلا کمتر بشه و به یه حد نرمالی برسه استفاده کنی. شما که بعد از 4-5 جلسه و حتی بعد 4-5 ماه ممکنه سایزتون خیلی جابجا نشه.
خب وزن کم کردن و هیکل ساخته دیگران رو میتونی ببینی. میدونی چی میگم؟ منظورم متوجه میشی؟ به خاطر همین اینجوری اون انگیزه برای ادامه دادن راه برات به وجود میاد و دیگه بابت انجام دادن هیچ چیزی اهمال کاری نمی کنی. برای باشگاه رفتن، ثبت نام ترم جدید کلاس زبانت، ثبت نام ترم جدید باش. یه چیزی هم که هست، میخواستم همون اول ویدیو یه کلمه در موردش گفتم، همون بحران اون اهمال کاری. شما انقدر اهمال میکنی مثلا فیزیک خوندن تو توی طول ترم که دیگه میرسه به شب امتحان، فرجه های امتحان هم اهمال کردی، دیگه میرسه به شب امتحان، یعنی اون 4 روز فرجه 3 روز فرجه رو هم اهمال کاری کردی، یعنی اونو هم نخوندی. خب میرسه به شب امتحان افتادی توی بحران اهمال کاری. تو دیگه باید درس بخونی، میخونی. خب چرا؟ چون که تو اون آدم تنبلی که من گفتم نیستی، اون آدم تنبلی که دیگه کلا مثلا مسیرش با خودش مشخصه نمیخواد بخونه. تو اونی که اهمال میکنی، میخوای بخونی، میدونی که باید بخونی و میدونی که برات خوبه که بخونی و آینده تو هم بر این حساب شدی که درس بخونی ولی نمیخونی. خب پس چون که شما اون آدم اهمال کاری، شب امتحان درست زمانی که توی بحرانشی میشینی میخونی، ولی دیگه اون موقع نه تنها فایده نداره بلکه استرس الکی هم به خودت میدی. خب این بحران درس خوندن، بحران ورزش کردن، رسیدی دیگه به سن نمیدونم 50 سالگی 55 سالگی، تمام مفاصل تو داری از دست میدی، خب تمام سلامت بدن تو داری از دست میدی و افتادی توی بحران ورزش کردن و الان دیگه باید ورزش کنی. ورزش هم میکنی، ممکنه یه 2-3% هم برات فایده داشته باشه، ولی اون فایده که شما مثلا بعد توی 20 سالگی اگه میرفتی باشگاه و همش اهمال کردی، دیگه اون فایده رو نداره. میدونی چی میگم؟ اینا همه بحران‌های اهمال کاری‌های شما یا حتی اهمال کاری‌های منه. خب من میدونم باید زبان بخونم مثلا چون 1 سال دیگه میخوام اپلای کنم، خب همش اهمال میکنم رسیده به اون روزی که من آقا توی اون کشور مقصد مثلا هواپیمام فرود اومده، ولی الان رسیدم به اون بحرانه، نمیتونم حتی 1 کلمه یا 2 کلمه هم با اون افراد ارتباط برقرار کنم. دیگه اون فایده هم نداره. تو میشینی اون موقع دیگه زبانتو میخونی، چرا؟ چون افتادی توی بحرانش. خب میشینی زبانتو میخونی ولی یه کلی وقت از دست دادی. میدونی یعنی مثلا شما رسیدی اونجا میتونی اون تایمی که زبان میخونی رو بری یه کار دیگه انجام بدی، یا عالمه مثلا بیفتی جلوتر. اگه زبان اون کشور رو، حالا مثلا جدای انگلیسی، زبان اون کشوری حتی انگلیسی رو، چون اصلا الان اگه مثلا انگلیسی بلد نباشی حتی کاری اپلای هم نمیتونی انجام بدی. من منظورم مثلا اینه که مثلا زبان روسی برای کشور روسیه، یا حالا زبانای اینطوری نه خود انگلیسی، چون گفتم زبانی که انگلیسی بلد نباشی اصلا نمیتونی فرودگاه چیز نمیشه، فرودگاه پروازت فرود نمیاد. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین نتیجه اهمال کردن ما همشون میشن اون بحرانه و توی اون بحرانه یه کاری رو انجام دادن که دیگه فایده‌ای به اون صورت نخواهد داشت. و خیلی خوبه که با عادتهای کوچولویی که میتونیم به خودمون اضافه کنیم این اهمال کاریه رو دور کنیم. یکی از عادتهایی که میتونید داشته باشید اینه که ببین هممون مسواک زدن رو اهمال میکنیم. 1 ثانیه دیگه بلند میشم، 1 دقیقه دیگه بلند میشم. یعنی یه جوک من چند روز شوندم و میگفت که اگه من نخوام مسواک بزنم شبا 2 ساعت زودتر میخوابم، چون 2 ساعت توی تخت میگم الان بلند میشم مسواک میزنم، الان بلند میشم نه میخوابم نه پا میشم مسواک میزنم. میدونی این همش اهمال کردن باشه. الان با میشم زمانی که توی همچین شرایطی هستی، ببین من این کارو میکنم، 1 2 3 میگم همینجوری که دارم حرف میزنم با همین تون صدا. دیگه زمانی که میرسم به 3 اصلا فکر نمیکنم خب الان من تو گوشیم بودم داشتم کتاب رو میخوندم داشتم این کار میکردم، فقط بلند میشم میرم مسواک میزنم. میدونی؟ یا زمانی که میخواین درس بخونین، من خودم از این راه استفاده میکنم، گوشیمو میذارم سر تایمر نیم ساعت. خب زمانی که مثلا خیلی حال و حوصله درس خوندن ندارم، وگرنه خب توی حالتهای عادی بیشتره. نیم ساعت از زمانی که مثلا من این تایمر رو شروع کردم دیگه نه به چیزی فکر میکنم نه کاری رو انجام میدم، هر کاری هم دارم انجام میدم نصفه ولش میکنم. این نیم ساعت رو میرم درس میخونم. خب بعدش دوباره میذارم سر یه نیم ساعت دیگه. اون نیم ساعتی که درس خوندم وقتی بازم تایمر نیم ساعت تموم شد، هر جای درس که باشم، هر جاش، وسط حل کردن مسئله، وسط یاد گرفتن، وسط تمرکز، وسط فکر کردن، بازم ولش میکنم. اون نیم ساعت بعدی رو یا 20 دقیقه بعدی رو یا حتی 10 دقیقه بعدی رو استراحت میکنم تا بعدش دوباره هی نیم ساعت هی بگذره. میدونی
کسایی که اهمال کارن باید یه شوک به مغزشون وارد کنن، انگار که یه کاری رو بلندشن انجام بدن. میدونی چی میگم؟ هی از این مثلا ترفنده ها میتونید استفاده کنید که بلند شید و اون کاری رو که باید انجام بدید انجام بدید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و به دردتون بخوره و زمانی که این ویدیو تایمش تموم شد یه ترتن کم اما یه چیزی به اطلاعاتتون اضافه بشه و به دردتون بخوره و مفید باشه براتون. تنها کتابی که من خودم خیلی مثلا دوستش داشتم میتونم بگم بهتون در مورد اهمال کاری، کتاب عادت‌های اتمیه. خب کتابای دیگه هم خوندم در موردش ولی انقدر دقیق یادم نیستن که مثلا همین کتاب عادت‌های اتمی یادمه. اونم کتابای دیگه هم که خونده بودم، حالا اسمشون رو براتون توی دیسکریپشن می‌نویسم اگه که دوست داشتید ببینیدشون، ولی کتاب عادت‌های اتمی قوی ترین و بهترین کتابیه که میتونید در مورد اون قضیه بخونید، در مورد قضیه اهمال کاری. و همین الان هم اگه خواستی برین کتاب بخری بازم اهمال نکن، باشه هر وقت رفتم کتابخونه برو پی دی افش رو دانلود کن بخون. خب یا مثلا از برنامه‌های مثل تاقچه و اینا هم میتونید حتی اشتراک بگیرید اونجا، مثلا آنلاین گوشش بدید یا صوتی، یا حالا مثلا کتاب صوتیشو بخرید یا حتی نسخه پی دی افش. میدونید اهمال نکن، انقدر لطفا مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.